سلام دوستان عزیزم، الله که یک پنجشنبه خوب و عالی رو پشت سر گذاشته باشین. دوستای عزیزم میخوام بگم که تو ایام فاطمیه صلوات یادتون نره، هر روز 135 مرتبه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و هدیه کنیم به خانم فاطمه زهرا. نظر نمک یادتون نره، حتما 5 بسته نمک بخرین، رو هر کدوم دونه به دونه 100 مرتبه صلوات بفرستین و 100 مرتبه هم بگین یا فاطمه زهرا ادرکنی و 1 مرتبه هم آیت الکرسی روش بخونین و 5 مرتبه هم سوره قدر. نمکا رو نگه دار. روز شهادت خانم فاطمه زهرا 4 تاشو پخشان، یکیشو نگه دار تو خونه واسه خیر و برکت و رزق روزی فراوون. انشاءالله که حاجت روا میشی. نظر نمک ردخور نداره، حاجت روایی داره دوستان عزیزم. بعد نظر حلوا 2 قاشق آرد وردار، روش 100 مرتبه بگو یا فاطمه زهرا ادرکنی، 135 مرتبه هم صلوات بفرست، 1 مرتبه هم آیت الکرسی بخون، 5 مرتبه هم سوره قدر رو بخون. روز شهادت خانم فاطمه زهرا یکم حلوا بپز بده اعضای خانواده بخورن. اگرم دوست داشتی یکم هم پخش کن بیرون، اگر نه همین اعضای خانواده که بخورن همشون صحیح و سلامت و بیماری از اینا دور میشه. نظر گندم 1 کیلو گندم بگیر یا نیم کیلو گندم بگیر، روش 135 مرتبه صلوات خاصه خانم فاطمه زهرا رو بفرست و 100 مرتبه بگو یا فاطمه زهرا ادرکنی. بعد گندما رو نگه دار، هر وقت رفتی امامزاده یا پیش خونتون یا کریم بود، کبوتر بود، گنجش بود، هر چی بود بریز براشون. انقدر حاجت روایی داره، انقدر حاجت میده که نگو. هر حاجتی داری، هر نیتی که داری، با همین نظر گندم حاجت روا میشی. حتما نماز استغاثه خانم فاطمه زهرا رو بخون. یه نماز 2 رکعتیه که خیلی راحته، مثل نماز صبح. 2 رکعت نماز استغاثه خانم فاطمه زهرا رو حتما بخون. یه نماز 2 رکعتیه و خیلی راحته. تسبیحات اربع خانم فاطمه زهرا رو هم اگه میتونین 530 مرتبه بدون اینکه با کسی حرف بزنی بفرست. حاجت روایی داره، حاجت میده. اگه مشکل داری، گرفتاری داری، کافیه نیت کنی، با کسی حرف نزنی، یه گوشه بشین 530 مرتبه صلوات خاصه خانم فاطمه زهرا رو بفرست. اصلا از جا بلند نشدی حاجت میگیری، حاجت روا میشی. اینقدر که این صلوات ثواب داره عزیزای دلم. نظر شعله زرد یا شیر برنج حتما 41 دونه برنج وردار، روش 135 مرتبه صلوات بفرست، 100 مرتبه بگو یا فاطمه زهرا ادرکنی. حادت خانم فاطمه زهرا یا شیر برنج بپز یا شعله زرد پخش کن بیرون. ببین چقدر حاجت روایی داره. حتما انجام بده، انشاءالله حاجت روا میشی. بیشتر دوستان به هم پیام دادن که ما با نظر برنج حاجت گرفتیم. دوست عزیزم تو هم این کار رو بکن. اگر گرفتاری، محتاجی، زندگی به سخت میگذره، رزق و روزی نداری، گرفتاری داری، مشکل داری، حتما نظر برنج یادت نره. حتما نظر برنج رو انجام بده. بعد میخوایم برای چشم زخم و چشم نظر. اگه زیاد چشم میخوری یا بچه زیاد چشم میخوره
یا یکی میاد خونت وقتی میره حالت بده، سرت درد میکنه، یه دونه تخم مرغ بردار، یه مشمع فریزر بذار توش، یه ذره اسفند و یه ذره نمک هم بریز توش، بنداز زیر پات بشکنه، بعد 7 مرتبه آیت الکرسی، 14 مرتبه صلوات بفرست. انشاءالله هرچی چشم نظر و چشم زخم ازت دور میشه، حال خوب میاد سراغت، انشاءالله که حاجت روا بشی. خدا نگهدار. التماس دعا.